باز هم خب دوستان باز آمدیم همراه یک ویدیوی جدید خدمت شما. اینجا تپه وزیر اکبرخان است. آمدیم پیشی بیرق هم ببینیم. خیلی جای جالب است، میدانی داره، مردم میان به دیدن و بیرقش فکر کنم تقریبا 50 متر است. درست گفتم نه؟ خب بیایی که میدانی براتون نشان بدم که چقدر جای جالب است که مردم میان به دید بازدید، عکاسی، فیلمبرداری و خیلی یک جای با صفا و هم منظرش خوبش است. گرد برش باز من براتون ویدیو میگیرم نشان میتونم دور برش که کل کابل از معلوم میشه و هم میدانیش هم یک منظره جالب داره. اون طرف هم بگی کامرامن که ببین چقدر جای دیدنی داره، مردم ها چقدر آمدن و چقدر بیروبار از اون طرف که باز میریم زدن و کندن است. خود دوستا آمدیم در میدان اصلی، همون جایی که بیرق قرار گرفته، جایی که مردم بیشتر میان برای عکس برداری، فیلم برداری و همچنان هوای خیلی خوب داره چون در بلندترین جای کابل قرار گرفته و با هواش خیلی پاک و تمیز است. میبینی که مردم چقدر میان عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن. در کنار چقدر مردم نشستن. فیلم بردار بگید از دوستایی که اینجا آمدن برای اینکه یک خاطره خوب ساخته باشن با گوشی، با کامera، با هر چیزی که بالاخره در همراه خود آوردن عکس ویدیو میگیرن مثل ما واری. ولی خب ما داریم فضای مجازی به شما مندازیم، ما با خودشان نگهتی دارن بیشتر.